آقا این سری گفتم بیام یه دونه تفنگ شکاری مدل درست کنم، می‌خواستم با لوله گاز درست کنم یا حالا به قول گفتنی با لوله کمک هوندا. حالا لوله گاز بخوام استفاده کنیم میشه استفاده که منتها باید شما یه دوتا بوش هم محل انفجار قرار بدید که این دقیقا بهش حداقل پوشش بده، که این گلوله میتونه لوله رو بهتر کنه. بعد تیرای شاتگانی میگن، حالا من شنیدم که باید استفاده کنید که اون قسمتش فلز باشه که باز نشه که به لوله فشار بیاره. حالا در هر صورت من اومدم یه دونه درست کردم با لوله یه لوله قطر کوچیک عجب دادم که بتونم باهاش تیر چاشنی خفیف بزنم. یعنی اینکه تیرای چاشنی خفیف تو بازار دیده باشید که حالا گیر هر کسی هم نمیاد. تیر شاتگانی این چیزا که گیر هر کسی نمیاد، مجوز داشته باشه، سخت گیر آوردنش، بدون مجوز هم میشه متأ سخته. ما اومدم تیر چاشنی خفیف خودم درست کردم. یه لوله رو میبری، یه دونه چاشنی میزنی تاش، چاشنی میخوب، بعد با یه چسبی دورش رو محکم میکنی، یعنی ترنگ جا میفته تقریبا. این قسمتش رو دوست داشتیم تو باروت میریزی که نریزی هم اشکالی نداره، مهم نیستش. یه دونه مردی هم قرار میدی و گلنگردن کشیده میشه. این قسمت اینجوری تیر میاد عقب، میاد رو حالت اینجا. این اگر تیر باشه که تشم چاشنی میزنه، من اینو نمیذارم که احتمال داره منفجر بشه، هنوز تکمیلش نکردم. اینو مثلا تیر رو اینجا قرار میدیم، رفت آخر اینجا قرار گرفتش، سوراخ مشخص باشه. آره این قسمت بعد حالا میاری اینو رو حالت آزاد، میاری در پوشو بسته میکنه، قفلش میکنه اینجا و اینا ماشه زده میشه. حالا من مونده بدنشو بسازم و اینا که تکمیل بشه کار میبره. ولی به نظرم این تیر جوابه، یعنی خب با اون تیر که نمیرسه، من نمیخواستم اونجوری عمل کنم و تیرش برام سختگیر بیاد. اینجوری یه حالت قشنگتر و بهتری به نظر خودم اینجوری دوست دارم که درست کنم. تیر قرار میده، یعنی میاد این عقب جا میزنی، تیرم میذاری توش که الان تیرم گذاشتم داخلش، این بسته میشه، میاد اینجا قفل میشه و شلیک میشه.